سلام به همه دوستان بازی کامپیوتری. امروز اومدم تا داستان مهیج و جذاب اسپایدرمن 2 رو براتون تعریف کنم. پس با گیمگیج 360 همراه باشید. بازی با فلشبک 2 سال قبل شروع میشه، جایی که هری با پدرش نورمن آزبورن سر اینکه اگه درمانش جواب نداد حتما از محفظه خارجش بکنه و تا زمان داشته باشه که با دوستاش و خانواده‌اش خداحافظی کنه. ولی اونجا پدرش میگه که این درمان جواب میده و یک موجودی که میدونیم چیه و جلوتر بهش میرسیم وارد بدن هری میشه. اینجا داستان ما شروع میشه. بعد از شماره اول این بازی پیتر شغل جدید پیدا کرده. معلم فیزیک دبیرستان بروکلین شده. دقیقاً همون دبیرستانی که مارس توش درس میخونه. وسط درس دادن بود که اون مارس ازش میخواد که از کلاس خارج بشه و اولین درگیری بازی رو شروع کنن. درگیری مقابل کسی نیست جز مارکو یا همون سندمن خودمون. بعد از یه درگیری طولانی بین اسپایدرمن ها و سندمن بالاخره موفق میشن که مارکو رو دستگیر کنن. بعدش ازش میپرسن بابا تو آدم نمیشی؟ چطور تو هر دفعه جوگیر میشی میریزی شهر رو داغون میکنی؟ مارکو برمیگرده میگه که یه دردسر خیلی بزرگ تو راه و قراره بیاد دهن هممون رو سرویس کنه. پیتر برمیگرده میگه که حداقل یه کمکی بکن بهمون بگو که باید چجوری جلوشو بگیریم. مارکو هم برمیگرده میگه که اونی که کمک لازم داره شما دوتا هستی. وقتی که اونا بیان سراغتون. حالا این تهدید کیه؟ کراوینوف قراره با رفیقاش پاشن بیان نیویورک و کلی شکار انجام بدن. حالا شکارشون چیه؟ از اول قهرمان گرفته تا اول شرورای دنیای اسپایدرمن. Light the fires. The great hunt begins. بعد از اینکه سندمن رو شکست میدن، پیتر و مایلز برمیگردن دبیرستان. ولی اونجا مدیر مدرسه منتظر پیتر رو همونجا به خاطر اینکه کلاس رو ترک کرده اخراجش میکنه. پیتر هم برمیگرده خونه پیش مری جین و خبر اخراج شدنش رو بهش میده. اونجاست که مری جین وقتی میخواد از خونه خارج بشه شروع میکنه به فریاد زدن. MJ! یه چهره آشنا میبینه. اون چهره کیه؟ هری یکی از دوستای قدیمی پیتر و مری جین هستش که بعد از مدت‌ها که نبوده خبری ازش میشه و یه دفعه پیداش میشه. از هری میپرسن که اروپا چطور بود و از اینکه روند درمانش به خوبی گذشته و حالش بهتره خوشحالن. اونجا هری و پیتر با هم دیگه دوچرخه سواری راه میندازن و یادی از گذشته میکنن و سری به دبیرستانی که قبلا توش درس میخوندن میزنن. اونا زمان دبیرستان دنبال یک پروژه محیط زیستی بودن که شبانه وارد مدرسه میشن و یه سری اطلاعات هم میپیچونن. همونجا که داشتن فرار میکردن یه هلیکوپتر پدر هری زمین میشینه. It's not the cops. It's my dad. Dad, I told you I'd call you when I got home. It's your mother. و اونجا خبر فوت مادرش رو بهش میده. بعد از این اتفاق اون پروژه متوقف میشه. حالا بعد از چند سال که دوباره این دوتا همدیگر رو دیدن دوباره در مورد این پروژه محیط زیستی با پیتر صحبت میکنه. پیتر با آغوش باز قبول میکنه که این پروژه رو دوباره از سر بگیرن. پلیس شهر که حالا تهدید و متوجه شده میخواد اسکوپیه و مارتین لیو به جای دیگه با کشتی انتقال بده. دوتا اسپایدرمن برای محافظت از این کشتی دست به کار میشن. مایلز وقتی قاتل پدرش یعنی مارتین لیو میبینه از خود بیخود میشه ولی پیتر آرومش میکنه. افراد کریون به کشتی حمله میکنن.
اسکورپین با نیش زدن به مایلز فرار میکنه. مایلز هم بعد از چند تا توهم مختلفی که میزنه به خودش میاد و میرسه به سلول مارتین لی. ولی افراد کریون سلول مارتین لی را میدوزن. مایلز بعد از آشلاش کردن آدم بدا یه انفجار اتفاق میفته. حالا باید بین مارتین لی و نجات مردم یکی رو نجات بده. خب معلومه کدوم گزینه رو انتخاب میکنه. پیتر میره پیش هری داخل آزمایشگاه جدیدش و یه دوری میزنه. با دکتر کانر ملاقات میکنه. کانر دکتر شخصی هری و داخل آزمایشگاه یه سری وظایفی داره. پیتر بعد از دیدن اتاق شخصیش داخل آزمایشگاه شغلی که هری بهش پیشنهاد داده رو قبول میکنه. One quick thing. پیتر بعد از تحقیقاتی که در مورد کریون انجام میده یکی از مخفیگاهاشو پیدا میکنه و میفهمه که کریون دنبال ابر شرورا افتاده تا همه رو شکار کنه و گزینه بعدیش هم بلک کت هستش. کمی بعد کریون با اسکورپین ملاقات میکنه و باش درگیر میشه و اونو شکار میکنه. Have a nice trip. They said you were a killer. Imagine my disappointment. پیتر اطلاعاتی که به دست آورده رو میفرسته برای مایلز تا بتونن از بلک کت دفاع کنن. مایلز بلک کت زمانی پیدا میکنه که یه شی از خونه دکتر استرنج دزدیده و داره فرار میکنه. با این شی که شبیه اسام هستش میتونه به تمام نقاط دنیا پورتال کنه. بعد از تعقیب گریز مایلز و بلک کت دوتایی با شکارچی‌ها درگیر میشن. بلک کت موفق میشه توسط شی یه پورتالی به پاریس باز کنه. به مایلز میگه که باید بره پاریس چون دوست دخترش تو خطر بدی افتاده. بعدش هم شی عجیبو به مایلز میده. ولی وانگ از رفیقای دکتر استرنج با قدرت خودش شیو پس میگیره و یه برگه یادداشت رو دست مایلز میذاره. گنکی با مایلز میرن شهر بازی تا مستریو که تازه از زندان آزاد شده ملاقات کنن. از خونه وحشتش دیدن کنن. مایلز وارد خونه وحشت میشه ولی با بایی که داخلش اتفاق میفته با دشمنا درگیر میشه. با بدبختی از بازی خارج میشه و همون لحظه است که با پیتر و مری و هری روبرو میشه. مایلز با هری آشنا میشه. پیتر با رفقاش داخل شهر بازی مشغول سرگرمی بودن که با تومبستون روبرو میشن که خلاف و بوسیده گذاشته کنار داره ماشینه شهر بازی رو تعمیر میکنه. اینجاست که شکارچی‌ها میان و تومبستون رو بدزدن. پیتر لباس عنکبوتیشو میپوشه و به نجات مردم میره. اما متاسفانه کم میاره و نمیتونه که مشکلات رو مدیریت کنه.
اینجاست که هری وارد میشه و با قدرت سیمبیوت خودش هم پیتر رو و هم مردم رو نجات میده. هری میفهمه پیتر اسپایدرمن ها، برمیگرده میگه این قدرت همونه که برای درمان بیماری خودش استفاده کرده. هری با ذوق میگه الان منم با این قدرتی که دارم با همدیگه میتونیم دنیا رو نجات بدیم. بعدش با پیتر میرن آزمایشگاه و یکم با هم تمرین میکنن چطوری از قدرتش استفاده کنه. بلکت به پیتر و مارج زنگ میزنه و میگه میدونه تنبستون و شکارچی‌ها کجا بردن. پیتر دست به کار میشه تا نجاتش بده. این وسط هم هری ظاهر میشه و با لباسی که به شکل عنکبوتی برای خودش ساخته به کمک پیتر میاد. موفق میشن که دوتایی تنبستون نجات بدن و از اون موقعیت بیان بیرون. اون طرف مری جین دست به کار شده، افتاده دنبال دکتر کانری که چند روزه غیبش زده. میره سمت خونه دکتر، میفهمه شکارچی‌ها دزدیدنش. با بدبختی خودش مخفیانه به دکتر میرسونه. به هری زنگ میزنه و جای دکتر رو خودش رو اطلاع میده. ولی کریون میاد و یه آمپولی که اونو تبدیل به هیولا میکنه بهش تزریق میکنه. همون لحظه اسپایدرمن و هری پیداشون میشه و با شکارچی‌ها درگیر میشن. دکتر هم پادزهر آمپولش رو پیدا میکنه ولی کریون ازش میگیرتش. اینجاست که دکتر کانر شروع به تبدیل شدن میکنه و اسپایدرمن هم میاد مری جین رو نجات بده که کریون چاقوش رو تا دسته میکنه تو شکم پیتر. هری با کریون درگیر میشه و مری جین هم پیتر رو به جای خلوت میبره. هری و مری جین متوجه میشن پیتر مرده. No. You gotta stay awake, buddy. No! هری با لمس کردن پیتر به صورت ناخودآگاه قدرت سیمبیوت خودش رو بهش منتقل میکنه. اینجاست که پیتر به زندگی برمیگرده. با کریون درگیر میشه و موفق میشه پادزهر دکتر کانر رو ازش بگیره. Why don't you set it free? I'm just here to save my friend. ولی کریون زرنگ‌تر از این حرف هاست چون یه ردیا به پادزهر وصل کرده. اسپایدرمن پادزهر میبره پیش هری که شکارچیان با آزمایشگاه حمله میکنن. خوشبختانه هری موفق میشه با پادزهر سر بزنگای دارو درست کنه. Let's go. بعد از تحقیقاتی که پیتر انجام میده متوجه میشه لیزارد یا همون دکتر کانر سابق نزدیک به رودخانه دیده شده. اون طرف شهر مایلز خودشو به رودخانه میرسونه و با گنگی یکی از این رباتای پرنده رو هک میکنه. با زد و خوردهای مختلف نمیتونن لیزارد رو بگیرن. Alley-oop on three! One, two, three! Alley! مری جین به پیتر زنگ میزنه. پیتر بهش میگه که تقصیر مایلز بوده که نتونست لیزاردو بگیره. این حرف از زبون پیتر خیلی عجیب بود برای مری جین. پیتر لیزاردو پیدا میکنه، باهاش مبارزه میکنه و بالاخره اون پادزهر رو بهش تزریق میکنه.
Where did you get that? Harry Osborn. He said you designed it. دکتر کانر درباره اینکه چطوری موجود فضایی پیدا کرده و بهش سیمبیوت میگن صحبت میکنه. It's over here. Whoa, back off! I'm going in for a closer look. It's okay. Fascinating. Shoot it off! Do it. اینم میفهمه که این موجود پیتر رو برای خودش انتخاب کرده و به همین راحتی ها نمیتونه به هری برش گردونه. وقتی دکتر کانر از نابودی سیمبیوت یا ونوم صحبت میکنه، پیتر به صورت عجیب قاطی میکنه و میزنه کاسه کوزه دکتر رو به هم میریزه. پیتر میره خونه تا بخوابه. اصلا به میری جین توجه نمیکنه. هانترها به خونش حمله میکنن. اینجاست که میری جین میفهمه پیتر از کنترل خارج شد و زنگ میزنه به مایلز بیاد کمکش کنه. Miles, Look up! go after him. با کمک مایلز اونو داخل تونل میندازن. Miles, I need you to seal me and Pete in the tunnel. What? If I can just talk to him alone, I know I can snap him out of this. MJ, I don't know if that's the best... Now, Miles! Man! میری جین هم تمام تلاششو میکنه تا پیتر رو آروم کنه. ولی اسپایدرمن ما به حملاتش ادامه میده و بعد از سر و صداهای مختلف پیتر بیهوش میشه. و میری جین میتونه فرار کنه و نجات پیدا میکنه. بیرون تونل کریون موفق میشه مایلز رو دستگیر کنه و با خودش ببره. Possible. You're welcome. پیتر داخل شهر به هوش میاد، میره پیش هری و میری جین. هری برمیگرده میگه بابا من حالم خوب نیست، من اون سیمبیوت 20 صابو میخوام بهم برش گردون. اینجاست که پیتر قاطی میکنه، هر چی دهنش در میاد به هری و میری جین میگه. خارج از اتاق نورمن دنبال داروییه برای هری که با پیتر درد و دل میکنه، میگه اون مثل پسرش میمونه. هری حرفای این دوتا رو گوش میده و ناراحت و عصبانی به اتاق برمیگرده و میزنه شیشه اتاقشو میترکونه. مایلز از زندون خودش فرار میکنه، متوجه میشه که شکارچی‌ها اونو دارن به میدون نبرد هدایت میکنن. اینجاست که با مستر نگاتیو یا همون مارتین لی روبرو میشه. خیلی منتظر این لحظه بود که مایلز بتونه انتقام پدرش رو بگیره. با هم شروع به مبارزه میکنن. مایلز موفق میشه لی رو شکست بده، ولی به جای انتقام فرارش میده و میگه رفتی بیرون به اسپایدرمن بگو من اینجام. When you're out, find Spider-Man. Do not let them escape. مارتلی هم به وعدش عمل میکنه و کل داستان به پیتر میگه. پیتر هم میره نجات مایلز رو میزنه، همه رو پاره پوره میکنه. حالا پیتر با کریون درگیر میشه، کلی همو چپ و راست میکنن تا اینکه کریون از زنگوله و نقطه ضعف سیمبیوت استفاده میکنه تا اون راحت شکست بده. ولی نمیدونه که سیمبیوت با گذر زمان قدرتمندتر شده و در حالی که پیتر سعی داشت کریون رو خفه کنه، مایلز سر میرسه و کریون رو فراری میده.
حالا مبارزه دو اسپایدرمن شروع میشه. با اینکه مایلز میگه پیتر احمق، ولی اون توجهی نمیکنه، بهش حمله میکنه. مایلز هم با این سر و صداهایی که در میاره از زنگوله تو چند مرحله موفق میشه سیمبیوت رو از پیتر جدا کنه و داخل یک قفسه زندانی کنه. پیتر هم مایلز و تلفنی هم مری جین هم تشکر میکنه هم معذرت خواهی. حالا میره داخل آزمایشگاه تا سیمبیوت رو نابود کنه، ولی با هری روبرو میشه و پیتر میگه این موجود خطرناکه، این اصلا دلیل خوبی برای درمان تو نیست، دیوونه. ولی اینجاست که سیمبیوت محفظه رو میشکونه و هری رو برای تسخیر خودش انتخاب میکنه. ولی این دفعه هری تبدیل به ونوم میشه. تمام افراد پدرش از پا در میاره و از آزمایشگاه خارج میشه و با کریون درگیر میشه. این دفعه بعد از درگیری‌های طولانی Yes, you will be my final hunt, and I shall be yours first. کریون شکست میخوره و ونوم کله داداشمون یه لقمه چرب میکنه. حالا ونوم با قدرتی که پیدا کرده بخشی از وجودش رو به همه انتقال میده و آدم‌های معمولی رو تبدیل به هیولا میکنه. سیمبیوت ها کل شهر رو میگیرن. اینجاست که مایلز و پیتر میرن داخل مترو تا مردم رو نجات بدن که متوجه میشن ریو و گنگم داخل قطار گیر کردن. You need to hurry. How much time does it need? Bro, you hear that? How much time? A minute? Maybe a little more? Keep your spidey sense sharp. This might get wild. بعد از مبارزه با هیولاهای مختلف موفق میشن که اونا رو نجات بدن. هری سراغ مری جین میره. پیتر تا این موضوع رو میفهمه خودش رو سریعا به خونه میرسونه. متوجه میشه که هری هم مثل خودش از کنترل خارج شد و کاملا در اختیار ونوم هستش. بعدش به این دو نفر حمله میکنه. اینجا هری مری جین رو تسخیر میکنه و اونو تبدیل به یک هیولا میکنه.
حالا پیتر باید مری جین رو نجات بده و با هیولای وجودش مبارزه کنه. بالاخره موفق میشه مری جین از دست سیمبیوت درونش نجات بده. مری جین برمیگرده میگه شهاب سنگی که باعث از بین رفتن ونوم میشه رو یه جای همین دور و ورا وقتی که تسخیر شده بود دیده. همینجاست که مایلز به پیتر زنگ میزنه و میگه ونوم به سیتی هال حمله کرده. پیتر میره سمت مایلز ولی حریف سیمبیوت ها نمیشن. دوباره پیتر توسط سیمبیوت ها تسخیر میشه. What are you doing here? Are you all right? Spider-Man! مارتین لی به کمکشون میاد و میفهمه هنوز چند تکه از سیمبیوتا داخل بدن پیتر باقی مونده بوده. حالا مارتین با قدرت خودش به همراه مایلز وارد ذهن پیتر میشن تا منشأ درد پیتر رو پیدا کنن. آخه دردهای عاطفی تنها نقطه‌ای که سیمبیوتا بهش حمله میکنن. مایلز و مارتین لی با تمام اتفاقات بد پیتر روبرو میشن. بالاخره میرسن به سیمبیوتای داخل بدن پیتر. میفهمن خیلی خیلی قوی تر از این حرفان. مارتین لی یا همون مستر نگاتیو میگه برای از بین بردن هسته اصلی این همه بدبختی باید از تمام قدرت خودش استفاده کنه. احتمالم داره بمیره. مایلز هم نقابشو بر میداره و میگه من نمیتونم از ته قلبم ببخشمت، ولی بیا کدورت کنار بذاریم و باش دست میده. You and me. مارتین لی موفق میشه و میفهمه که درد اصلی پیتر مرگ عمه می هستش و هنوز خودشو بابت این اتفاق نبخشیده. حالا پیتر به هوش میاد، میفهمه که قدرت جدید به دست آورده به اسم آنتی ونوم. هیولا رو با این قدرت شکست میده و از مارتین لی و مایلز بابت نجات دوبارهش تشکر میکنه. ونوم میره تا شهاب سنگ میتیورا رو پیدا کنه، به نورمن، کانر و همینطور اسپایدرمن حمله میکنه. سنگو برمیداره و فرار میکنه. Please don't. دکتر کانر هم یواشکی به پیتر میگه باید میزبان رو نابود کنی، یعنی هری باید بمیره تا این داستانا تموم بشه. نورمن یعنی همون پدر هری از اسپایدرمن میخواد تا هری پسرشو از دست ونوم نجات بده. حالا هر دو اسپایدرمن میرن تا هم هری رو و همینطور شهر رو از دست ونوم گور به گور شده نجات بدن، ولی بازم موفق نمیشن شهاب سنگ رو پیدا کنن. میرن خونه و ستایی با مری جین یه نقشه میکشن. پیتر میره حواس ونوم رو پرت کنه. مایلز هم با سیمبیوتا درگیر میشه و اونا رو شکست میده. این وسط هم مری جین شهاب سنگ رو بر میداره و فرار میکنه. پیتر موفق نمیشه ونوم رو شکست بده، ولی مری جین سنگ رو به داخل آزمایشگاه میبره تا نابودش کنه. ونوم با پیتر در به داغون از راه میرسه و سنگ رو پس میگیره. با مایلز هم در میفته. هر دو اسپایدرمن با ونوم دست به یقه میشن، بین زمین و آسمون با هم میجنگن تا بالاخره مایلز موفق میشه سنگو پس بگیره. و داخل محفظه آزمایشگاه بذارتش تا نابود بشه.
پیتر تمام تلاششو میکنه تا هری رو از دست ونوم نجات بده. این کار رو با قدرت آنتی ونومش تکرار میکنه. هری ازش میخواد تا کارشو تموم کنه تا ونوم از بین بره. پیتر مجبور میشه حرف هری رو گوش بده و از تمام قدرتش استفاده میکنه. MJ هم سنگو نابود میکنه. در این لحظه تمام سیمبیوت های شهر از بین میرن. همه مردم نجات پیدا میکنن. I'm sorry. هری هم فوت میکنه. I'm sorry. Give me some room. I don't know if it's gonna work, but I gotta try. Come on, Harry. مایلز موفق میشه با شوک الکتریکی هری رو برگردونه ولی اون به کما میره. حالا نورمن دلیل اتفاقاتی که برای پسرش افتاده رو دوتا مرد عنکبوتی میدونه و از دستشون بدجوری عصبانیه و بهش جنون دست میده. چند روز بعد پیتر یه بنیاد خیریه به اسم امیلی می میزنه. به مری جین میگه که دیگه نمیخواد اسپایدرمن باشه. حالا وقتشه که بازنشسته بشه. این موضوع رو با مایلز هم میگن و حالا دیگه فقط مایلزه که تنها مرد عنکبوتی شهره. مایلز بالاخره موفق میشه مخ هیلی رو بزنه. مادرش هم با مردی به نام آلبرت دوستیشو شروع میکنه. هر دو رو به خونش دعوت میکنه. آلبرت هم با دخترش به مهمونی میاد. دخترش کیه؟ اون کسی نیست جز سندی که حتما توی شماره بعدی نقش مهمی تو دنیای اسپایدرمن داره. در آخر هم نورمن میره پیش دکتر اختاپوس، میخواد که هم هویت اسپایدرمن رو بهش بگه، همین که بهش کمک کنه تا اونو از بین ببره. سوالی هم که ازش میپرسه اینه که داری چی مینویسی؟ دکتر اختاپوس برمیگرده میگه فصل آخر. The final chapter. این بود داستان جذاب اسپایدرمن 2 و خوشبختانه و منتظر قسمت سوم این مجموعه دوست داشتنی باشیم. امیدوارم که لذت برده باشید. این ویدیو رو لایک کنید و تو بخش کامنت ها به اون بگید که دوست دارید داستان کدوم بازی رو براتون تعریف کنید. با گیم گیت 360 همراه باشید.